بیش از 100 نفر مهاجران در جنوب شرق مسکو شب گذشته زنازنی کردند. این جنجال گروهی در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمینکی به عمل آمده. به نوشته رسانه‌های روسی در آن 180 نفر از زادگان قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شرکت نمودند. در پی جنجال نزدیکی 100 نفر بازداشت شده، 2 شهروند قرقیزستان با زخمی بستری شده است. پلیس سبب این مناقشه را هنوز رسما شرح نداده است، ولی برخی از رسانه‌ها این زنازنی را ادامه حادثه روز 11 ایول دانستند که گویا در آن 2 جوان قرقیز را در خیمکی مهاجران تاجیک با کارد زخمی کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا سفارت تاجیکستان در روسیه در رابطه با این حادثه اظهار نظری کرد و حادثه را تحقیق دارد؟ بله، سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید حادثه جنجال گروهی مهاجران در نزد متروی کوزمینک را تحقیق دارند. در همین حال حاضر نمایندگان سفارتخانه و بخش نماینده وزارت کارهای داخلی در مسکو در پی روشن کردن عامل‌های این مناقشه میباشند. امام‌الدین ستارزاده سفیر تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت برخی رسانه‌ها علیه نوشتند که گویا این مناقشه انگیزه سیاسی داشته به بحث مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مربوط میباشد. اما جناب ستارزاده میگوید این فرضیه کاملا نادرست بوده، هیچ ربطی به بحث‌های مرزی نداشته است. آیا مقامات انتظامی روسیه هم شرکت مهاجران تاجیک در این حادثه را تصدیق کردند و تا کجا این حادثه به نظم شهری مسکو تاثیر گذاشته است؟ ببینید، در دفتر مطبوعات پلیس شهر مسکو روز 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی شرکت شهروندان تاجیکستان را در زنازنی عمومی تصدیق کردند و در میان بازداشت شده‌ها نیز شهروندان تاجیکستان بودند. به نوشته رسانه‌های روسیه حادثه شام روز 12 ایول یعنی دیروز در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمینکی در شهر مسکو و کوچه زلنادولسکی رخ داده است. رسانه‌های چاپ مسکو با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند که در وقت زنازنی مهاجران به حرکت ماشین‌ها و آدمان هم خلل رساندند. بعد یادآور میشم که چنین حادثه در مسکو نخستین نیست و ما بارها درباره زنازنی مهاجران و خصوصا زنازنی سکن خطاب با مهاجران گزارش داده بودیم. تشکر میرزانبی. در ادامه برنامه ما درباره معرکه واکسینه گذارانی در میان مهاجران مقیم روسیه گزارش مفصلی آماده کردیم.